سلام، ایلیا هستم از آموزشگاه هفت هنر ترکیه. بریم ادامه درسمون فصل سوم. 3. This is my nose. Lesson 1. Words. Listen, point and repeat. Arms. دستها. S اینجا نشانی جمعه. arm یعنی دست. وقتی که میگه arms یعنی دستا، به خاطر اینکه تهش یه دونه S داره. nose دماغ. یه کلمه مثل نوز هیچ وقت نمیتونه اس بگیره، چون که همیشه تکیه. شما هیچ وقت نمیتونید بگین چند تا دماغ. فیس صورت مثل نوز، این هم نمیتونه اس بگیره. legs به معنای پاها میشه. ما توی فارسی از این کلمه زیاد ندیدم کسی استفاده کنه، به خاطر ما میگیم پا. وقتی میخوایم استفاده کنیم معمولا به عنوان پاهام میگیم که مربوط به خود شخص میشه. اینجا هم دوباره چون که اس داره جمع شده. ears گوش ها. دوباره مثل legs. کلماتی هستن مثل foot که به معنای پا میشه، اینجا ننوشته. foot با اس جمع بسته نمیشه، میشه feet. جمع پاها میشه. foot یعنی پا، feet یعنی پاها. حالا اینو در جلسات بعدی احتمالاً بهشون اشاره میکنیم و شما هم میبینید. چند تا کلمه دیگه هم مثل همین هست. بریم تمرین بعدی. 3. Listen and read. Let's put on sunscreen. First, my arms. These are my arms. بیا کرم ضد آفتاب استفاده کنیم. اول رو دستام. اینا دسته منه. 2. Now my nose. This is my nose. That's right. الان روی دماغم. این دماغ منه. درسته. 3. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs. Okay, Rosie. اینو بیا روی دستات، روی دماغت، روی صورتت و روی پاهات بزن. باشه روزی. 4. Look, Rosie. Oh, no. روزی نگاه کن. آی نه. با هم میریم صفحه 25. 2. Look and say. Let's learn. One arm. یک دست. 2 arms. دو دست. These are my arms. اینا دسته منه. This is my nose. این دماغ منه. 3. Right. This is, these are. 1. These are my legs. اینجا بهمون گفته که اینا پاهای منه. نگفته که این پای منه. وقتی که میخوایم به یک عدد اشاره کنیم میگیم this. وقتی که میخوایم به جمع یا دو عدد، هر چیزی که بیشتر از یک اشاره کنیم میگیم these. در نتیجه 2. These are my arms. 3. من یکشو براتون حل میکنم، 2 تا دیگه به عهده خودتونم. A. This is my face. بعد گفتم my nose, my ears. بریم تمرین بعدی. 4. Circle. ببینیم اینجا چی داریم. 1. Legs/leg. پاها، پا. اینجا ازتون خواسته که با توجه به تصویر انتخاب کنی که کدوم کلمه برای تصویر درست تره. توی تصویر اول یه دونه گربه داریم. از همون پرسیده که یک پا داره یا چند تا، جمعه. 2. Arms. جواب اینجا میشه arms، چون که 3 نفر دستشون آوردن بالا، در نتیجه 6 تا دست داریم. 3-4 به عهده شماست. با هم میریم صفحه 26. Lesson 3. Song. Listen, point and repeat. دوباره از اعضای بدن صحبت شده، اینجا با هم بخونیم. Fingers. انگشت‌ها. Hands. دست‌ها. Eyes. چشم‌ها. Eyebrows. ابروها. Shoulders. شونه ها. 2. Listen and sing. Sing and do. این شعر رو براتون آروم میخونم.
و معنی میکنم. بازم متوجه نشدین توی کامنت ها میتونین برام بنویسین تا براتون معنیشو بنویسم. Let's sing. 10 fingers on my hands. 10 fingers on my hands, on my hands. 10 تا انگشت روی دستام، روی دستام. 10 fingers on my hands, on my hands. 10 تا انگشت روی دستام، روی دستام. 2 eyes, 1 nose, all on my face. 2 تا چشم، یه دماغ، همشون روی صورتمه. 10 fingers on my hands, on my hands. 10 تا انگشت روی دستام، روی دستام. با هم میریم صفحه 27. Lesson 4. Phonics. Listen, point, and repeat. اینجا مثل جلسات قبلمون 4 تا حرف داده بهمون E, J, K, L و باشون یه حرف داده. یه کلمه داده. نگاه کنیم. Ink, jelly, kite, lion. یادتون باشه تو جلسات قبلی کایت و لاین اونجا بودن. اینک میشه مرکب. تنها کلمه‌ای که از اینجا نمیدونستیم. میریم تمرین بعدی. 4. Read and circle the sounds. I, J, K, L at the start of the words. اینجا ازمون خواسته که متن رو بخونیم و زیر کلماتی که با حروف I, J, K, L شروع شدن رو خط بکشیم. The lion has some jelly. The lion has some ink. Look, here's a kite. Oops, the lion is a mess. اینجا اولی خودش حل کرده، دومی من براتون حل میکنم. 3 و 4 به اختیار خودتونه. The lion has some jelly. زیر L و J رو خط میکشیم. L توی lion, J توی jelly. The lion has some ink. توی جمله دوم زیر lion L رو خط میکشیم و ink توش زیر حرف I خط میکشیم. با هم میریم صفحه 28. Skills time, lesson 5. Point to parts of the body, say the words. Listen and read. Hi, I'm Tom. Let's make a paper lion. سلام، اسم من تامه. بیاین از کاغذ یه شیر درست کنیم. Color the face, the body, and the legs. The color, the paws, and the tail too. اینجا براتون یه سری اینستراکشن داده که اینستراکشن یعنی مرحله های درست کردن یک چیز که بتونین یک کاردستی درست کنین. میریم صفحه 29. صفحه 29 به عهده خود دانش آموزه. بازم سوالی در مورد همه تمرین، هر تمرینی داشتین یا هر موردی در مورد انگلیسی میتونید توی کامنت ها از ما بپرسین. به خاطر همین میریم صفحه بعدی. صفحه 30. توی صفحه 30 برامون 5 تا سری حروف داده و گفته کلماتی که به اون یکی ها ربط ندارن بنویسیم و زیرشون خط بکشیم. دسته اول و دوم من حل میکنم. 3، 4، 5 به عهده شماست. Pencil, eraser, 8, ruler. اینجا بهمون گفته مداد، پاک کن. بعد برامون گفته رقم 8. بعد گفته که خطکش. اینجا 8 هیچ ربطی نداره. ادامه میدیم. Car, shoulders, train, teddy bear. ماشین، شونه ها، قطار، عروسک خرس. دوباره اینجا shoulders هیچ ربطی نداره. 3، 4، 5 به عهده شماست. همینطور قسمت دوم تمرین که ریدم مچه. من سعی میکنم دوباره اینجا براتون یه توضیح کوتاه بدم. بریم. 2. Match. What's this? It's a teddy bear. C. این چیه؟ این یه عروسک خرسه. 2. What's your name? اینجا با همه گزینه‌ها نگاه میکنیم. I'm 10. Yes it is. I'm fine. Thank you. My name is Alex. C رو استفاده میکنیم چون که یک بار استفاده شده. توی دومی از همون اسم ما رو پرسیده. در نتیجه جواب ما با my name is شروع میشه. تنها جمله‌ای که اینو داره my name is Alex. یعنی گزینه ایه. 3، 4، 5 رو میتونیم به همین شکل حل کنیم. میریم صفحه 31. Right. These are your mind.
توی این تمرین باید از کلمات درست توی جاهای خالی استفاده کنیم. This is my doll. این عروسک منه. This is your teddy bear. این عروسک خرسی توه. These are my cars. اینا اسباب بازی های من، اینا ماشین های منه. This is my kite. این بادبادک منه. These are your puzzles. اینها پازل های تو هن. This is my train. این قطار منه. 4. Read and circle. Is it a kite? Yes, it is. No, it isn't. Is it a train? Yes, it is. No, it isn't. Is it a ruler? Yes, it is. No, it isn't. Is it a puzzle? Yes, it is. No, it isn't. اینجا برامون 4 تا جسم مختلف داده که اسباب بازی هن. شما باید اینا رو بخونین و تشخیص بدین که آیا این تصویری که هست با جمله مطابقت داره یا نه و بر طبق این yes it is یا no it isn't رو انتخاب کنین. خودش براتون یه مثال داده. این جلسه هم اینجا به پایان رسید. اگه از درسمون و محتوامون خوشتون اومده امیدوارم که سابسکرایب کنین و لایک یادتون نره. مشکلی داشتین توی کامنت ها بنویسین. خدا نگهدارتون.